ارزشمندی که این مجموعه های بسیار ارزنده رو ایجاد میکنن. من یکی دو کلمه در وصف زنده یاد علی کدخدایی عزیز بگم و یه سلامی کوتاه به محضر امام حسین. خسته شدید میدونم، شما فکر کنم با 5-4:30 صبح حرکت کردید و الان وقت برگردید هوا گرمه، زود رفع زحمت و رفع تصدیق وقت میکنم در محضر شما عزیزان دوست داشتنی. دیروز هم کنار تهمت پاک زندیات علی کدخدایی عرض کردم که خوشا به سعادت کسانی که مثل علی عزیز همه وجودشون فکر برای مردم، خدمت به مردم و برای مردم زندگی کردن. من خودم به نوبه شخصی خودم و کمترین این محفل وقتی تو کاشان با گروه های مختلف